از وقت بچه من گفته بیا خوراک من پزم من نفهمیدم اصلش با این خونه با کیم خوجه کیم خوجه خوجایی؟ مایم خوجایی یگون گپ داری؟ همین فهمم گفتم دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان لازم است نمیدونید از کجا خریداری نماید با واتساپ اویاکاسای شاهنازه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باوریناک است مردک اینجا خونه کیه این خونه یک همسبقم دم تنه برور اینجا یک همسبق همراه خونده بودیم یه وقتی این خونهش نزدی بزرگ بوده اینجا که تلفن رو بریستن اون مردک تلفنی ما یک این دو روز باز ما از آنی توی گله گشتیم من کیم کتی دو گوار باسم من حیران باشم خوش اومدی رئیس بابا. سلام علیکم. خوش اومدی. خوش اومدی. هرچی همین رئیسا هم خونی ما می اومدیم. خیر اکو یک نصیب. خیر اینا یومین. خیر آمین. شما. خیر فایز و برکات شکر الله. ما همین بازار به خاطر ینگتون اومدیم. ای شنو شبتون ینگت من. اینا. شما شناسید ینگت. سلامت باشید. خیر زن اگه خیر چوی دام که خیس علی کارو چاو. خیر هیچ کار تشویش نکشید. ما یک شما خبر گیریم گفتیم اومدیم اینجا. یکم دوم سه نه یکمش ما اجاره شده سلامت باشید از ولی ما هم یکمش این باور کنه ایجان همه شما که هستین کو همه دلی ما پره کی باور کنه همون وقتای دانشگاه و من از همین روی بردار میکردم مثال را الله خونی سین بود من یگون درس من نمی اومدم ده همین یک می اومدم روی بردار میکردم از بالا اینو میخیر میدادم من خیر امروز هم نه من خانه های اجاره با خدا رسوند دستی خانزان بینی بعد نه چی پرسم ایجان لبای چی پرسم ما کمتر وقتمون نیست و ینگر رو تشویش نکش اما میخریزیم نه چوی میبره ینگر داری چوی میبره چوی کبود گفتی نه چوی کبود ینگر جان شما تشویش دادیم به خدا سلامت باشید یا چی پرسم رئیس جان منش اگر همین شما دو گاو داشته باشین چیکار میکنین سوال بین اکل خیر راستی گپ بی یگون خیر فکر بی یگون خیر وای همین دو گاوم باشه همین یک تا شخ خدا ای رحمان من هم همیشه آدمی چیده من با روی خاطر دارم ده من هر دم هم سبقی یک قص پرته بشتی مردم ای بخدا من از خاطرم جمله میکنم از خاطر ای رحمت قند سفید نداری تا اینها ندارم خیلی نه لازم ندارم من شوخی کردم این خیلی اولی جوره من شوخی کردم باشه قندی نموت بیار خب اگر ماشین داشته باشی ینگر گذارش ینگر تشویش نکنه رئیس بابا اگر شما دو ماشین داشته باشین چی دو ماشین داشته باشم یک تاش از آن خدا دکجم متاسفانه من اند 4 تا دیدی از آن ما گفتم که اما ای من جانم میتیم ما همین زنک به چی گفتم امروز بازار بنده چی گفتم من گفتم بازار تو گذاره همه بازار تماشا کرده شب خانه رفیقی من میریم من ای سلام رئیس بابا لبه اگر دو خانه داشته باشین چی گفتم که یک تاش از آن تو دیدی از آن من دوستی را زیر پا نمیکنم برادر امروز بگو خی 6 تا خانه اتش شهرستان اتش رومید اتش این دروازه و چی برای همین من گفتم که دورترک یعنی شهر دو تا باشد یک تا خدا تا من دیدستم مسئله دیدستم شرایط دیدستم هم تو نمیزنم چون ماشین بموندی اگر ده تلفن داشته باشد چی گفتن گپ زدن ینگر میگه که اگر دو تلفن داشته باشن چی ینگر بفهمم که چیزی بودگی را گپ نمیزدگی ده همون چون گیر میخیزیم